سلام، به اولین ویدیوی چنل من خوش اومدین. بالاخره شروعش کردم. بالاخره دارم سعی میکنم که الان تیک نزنم، حس بد نگیرم، چون خیلی آکوارده برام هنوز. قرار بود که شروعش با ولاگ باشه، ولی چون زیاد آدم ولاگ گرفتن نیستم و به نظرم خیلی سخت‌تره تا ویدیوهای دیگه و حالا زیاد آدم نیستم که حالا زیاد از روزمرم بخوام نشون بدم، گفتم احساس کردم که چون هالووین و خب پاییز الان و هالووین نزدیکه، ویدیوهای اینطوری بهتر باشه برای شروع. و یه دلیل دیگه اینه که من کلا ویدیوهایی که توش بخوام در مورد چیزای هنری صحبت بکنم و بیشتر دوست دارم، یعنی محتوای چنلم قراره کلا به این سمت بره. و آره، یعنی اینجوری نیستش که همه ی ویدیو قراره ولاگ باشه، قراره مثلا صحبت کردن در مورد چیزای مختلف باشه. چقدر صورتم سفید داره میفته، چه روح شد. آره، قرار نیستش که همش در مورد ولاگ و مثلا روزمره های، حالا چون هر روز که نمیشه اتفاق جالب بیفته یا هر هفته، و من خودم خیلی از صحبت هنری بیشتر لذت میبرم و خب کسی رو هم ندیدم که، یعنی خودم خیلی دنبال این بودم که اوکی مثلا چنل هایی رو پیدا بکنم که به زبان فارسی بتونم در مورد انیمیشن توشون بشنوم. و چون خیلی نرد هنر هستم، نرد هنری حساب میشم، اینجوری میتونم خیلی خودم رو اکسپرس بکنم. برای همین خب چه موضوعی بهتر از این. قراره در مورد نورهای پاییزی و خب تاثیر نور و رنگ پاییزی توی حالا هم سینما هم انیمیشن بگم، کلا مبانی رنگ و اینا توی انیمیشن. و یکی از انیمیشن هایی که خیلی حس و حال پاییزی داره از استودیو گیبلی رو تحلیلش بکنیم و کاراکتراش رو بکشم و ریدیزاینشون کنم و در مورد حالا رنگ هایی که توش استفاده شده صحبت کنم. یکی از انیمیشن های مورد علاقه خودم کیکیز دلیوری سروایسه که به نظرم نمونه خیلی خوبی هم برای هالووین هم برای مثلا پاییز، چون حس و حال خیلی پاییزی داره، نوراش خیلی ملایمه، نوراش شدید نیستن، البته به جز بعضی از صحنه ها، چون اونجا پاییز نیست، داره پاییز میشه. و حالا علاوه بر اینکه خب نقاشی میکنیم، در مورد مبانی رنگ و نور هم صحبت میکنیم، یه چیزی یاد میگیریم. بریم شروع کنیم. خب اول با کاراکتر کیکی شروع میکنیم. کیکی یه شخصیت، یه جادوگره، از یه خانواده جادوگر اومده، ولی اینجوری نیستش که جادوگر خیلی اولش بزرگی باشه یا بچه است. در واقع یه کاراکتر بچه جادوگره که خیلی شخصیت پر از ذوق، پر از شوقی داره و اینکه خب به سنی رسیده که باید بره یه جادوگر مستقل بشه و بعد از خانواده‌اش جدا بشه. و اگر اشتباه نکنم و اگه درست یادم باشه، خانواده‌اش هم جادوگر بودن، یعنی مادرش که جادوگر بود. و یه خونه خیلی گوگلی دارن و فکر کنم اکثرا یادتونه که یه خونه پر از گل و گیاه و وسایل جادویی داشتن. بک‌گراند کاراکتر کیکی اینطوریه که خب کیکی برای اینکه جادوگر مستقلی بشه از خونه میزنه بیرون با گربه‌اش. یه گربه سیاه خیلی بامزه داره که من متاسفانه یادم رفت بکشمش، ولی خب از اونجایی که تو هواست گربه‌شو نبرده. و
یه شخصیت هست هم اول مستقلی داره، میره کار پیدا میکنه، یه جا برای موندن پیدا میکنه. اینطور نیستش که شخصیت وابسته‌ای داشته باشه و خب قشنگ یک خانوم جوون جادوگر که مستقله، خیلی چند بار گفتم مستقل، که رو پای خودش وایساده، داره سعی میکنه جادوگری رو یاد بگیره، داره سعی میکنه که پیشرفت بکنه و حالا اگه انیمه رو ندیدین بریم ببینین، از کمپانی استودیو جیبلی، اگه اسمش رو درست گفته باشم. خب تا اینجا بک‌گراند کیکی رو نشون میده و به نظر من این که آقای میازاکی پاپیون رو برای سرش در نظر گرفته، یه پاپیون قرمز، به نظرم خیلی انتخاب خوبی بوده، چون کلا قرمز و حالا پاپیون تو کاراکترهای مخصوصا دخترهای جوون یک جور نشونه هم ظرافته و اگر قرمز باشه یک جوری پاپیون قرمز نشون دهنده قدرت و یک جور شجاعت دخترونه است، یک جور جلب توجه و شجاعت زیاد رو میرسونه. کلا قرمز همچین شخصیتی هم داره. و اینکه یه لباس بلند، آستین بلند آبی داره، یه پیرهن در واقع. و اینجا دلیل این که حالا لباسش یکم کوتاه و تنگ کشیدم به خاطر اینه که خب فن آرت من بود و نمیخواستم زیاد شبیه کودکیش بشه، در واقع انگار بزرگسالیش رو به تصویر کشیدم و تو ذهنم اینجوری بودم که اوکی اگر کیکی میخواست بزرگ بشه و یه دختر مثلا 21 تا 22 ساله باشه چطوری ظاهر میشد توی انیمیشن، و برای همین یکم لباساشو از اون حالت گشاد و بلند بودن که لباس بچه هاست در آوردم. برای بک‌گراندش چیز خاصی توی ذهنم نداشتم، سعی کردم زمین و ابرها رو بکشم و خیلی ساده درشون بودن، یعنی به حالت سطوح رنگی آوردمشون و اولش قرار بودش که یک حالت غروب یا یه رنگ حالا همین بنفش باشه یا آبی، ولی یهو پشیمون شدم چون خب میخواستم بیشتر ببرم سمت رنگ‌های گرم و پاییزی، هرچند میشه تو تایم‌های مختلف با رنگ‌های مختلف پاییز رو، نور پاییزی رو نشون داد، ولی باز هم احساس کردم که اگر بخواد نارنجی و زردش بیشتر بشه خیلی قشنگتر بشه. و اینجا الان دارم رنگ های بیس رو میذارم. رنگ های بیس یعنی یک لایه اولیه رنگ های خالصی که توی تصویر جا میگیره و فعلا رنگ و نوری نمیارم و همه چیز خیلی خالص و حالت بیس قرار میگیره توی نقاشی. حتی رنگ های صورتی و یا نارنجی خیلی تیرم خیلی جالب می شد، ولی به نظرم زرد یا نارنجی یا حالت اینکه توش یه کمی انگار خاکی ریخته خیلی قشنگ تر بود، چه وایب پاییزی رو میداد که انگار داره میره سرد بشه ولی اونقدر از تابستون فاصله نگرفته، چون خب خود کیکی انیمش هم تقریبا همین بود.
بخوام در مورد رنگ ها و اون حس گرما و سرمای پاییز توضیح بدم، چون پاییز شروعش مخصوصا وقتی که پاییز میشه هم گرمای تابستون رو داره و هم یک سوز و سرمای زمستون رو تو خودش داره. یعنی یک جورایی مثل بهاره که یک جور فصل میانی حساب میشه و دوتا گرما و سرما رو توی خودش داره. توی پاییز وقتی که نور میفته علاوه رنگ یه نور نارنجی داره و هم سرما داره و هم گرما. به هر حال رنگ های گرم توش بیشتره، یعنی به هر حال از تابستون داره میره به پاییز و اینکه بخواد رنگ های سرد رو توی خودش داشته باشه خیلی کمتره. یعنی یه سری از حالا تایم های خاصی از روز این اتفاق میافته. وقتی که نور میخوره، حالا یک نمونه خوبی که بتونیم بگیم چه اتفاقی واسه سایه ها میفته، به خاطر که سرما و گرمایی که توی اون نور وجود داره، علاوه اینکه خیلی ملایم محو میشه، ولی سایه آبجکت ها و سایه درخت و ساختمون ها خیلی بلند میشه، برعکس تابستون که خیلی تیزه. توی پاییز خیلی خیلی بلند میشه، یعنی چند برابر سایز خود اون آبجکت و اون حالا ساختمون یا درخت. یکی از ویژگی های پاییز اینه که بشه تشخیص داد که الان پاییز هست یا نه. از ویژگی های کلیش بخوام بگم، پاییز بین دو قطب گرما و سرماه. نور دیگه مثل تابستون خالص و زرده، ولی هنوز سرمای زمستون رو هم داره. برای همین رنگ و نورش حالت دوگانگی داره و همین دوگانگی باعث شده که فصل پاییز احساسی ترین و پر از احساس ترین فصل سال بشه، یعنی نسبت به فصلهای دیگه. برای همینه که اکثریت خب پاییز رو دوست داریم و احساسات مختلف رو تجربه میکنیم. ویژگیشم توی انیمیشن های پاییزی جدا جدا بخوام بگم که چه ویژگی هایی دارن، نورش زاویهش پایین تره، یعنی مثل تابستون دیگه خیلی از مستقیم از خورشید نمیخوره، که آفتاب نمیخوره که بخواد تیز بشه. نورش نرمتره، زاویهش پایین تره، طلایی تره و احساسی که میذاره گرم هست، صمیمی هست، گذر زمان رو نشون میده و یه جور حس غروب داره حتی وقتی که صبحه، ولی همچنان سرده، یعنی انگار یک جور نارنجی و زردیه که داره رو به غروب میره. رنگ های مخصوصش هم مثل نارنجی، زرد خردلی، ولی خب نه هر نارنجی که انگار یه حالت خشکی داره مثل برگای پاییزی. زرد خردلی فکر کنم یکی از معروف تریناشه. قرمز، ولی قرمزی که انگار آهنش زنگ زده، یعنی انگار دیدین وقتی آهن زنگ میزنه یا مثلا اناری که زیاد میمونه چه رنگی میشه، یه همچین چیزی. سبز زیتونی، قهوه‌ای خاکی و حتی همه این رنگ ها میتونن به عنوان سایه و نور هم استفاده بشن. مثلا این قرمز تیره میتونه مثل خود پاپیون کیکی که توی عکس اصلیه به عنوان سایه استفاده بشه، یا اون زرد میتونه به عنوان نور استفاده بشه که بعد توی این طراحی میارم، یا اون نارنجی خودش میتونه یک جور سایه خیلی ملایم باشه، یعنی در واقع اون سایه های ملایمی که گفتم باشه. اون قهوه‌ای ها در واقع تیرگی ها باشن، یعنی مطلقاً مشکی یا خاکستری نیستش سایه ها. و این رنگ ها پر از احساسن، یعنی خیلی دیپن و یه حالت هم آرامش دارن، هم گذر زمان رو نشون میدن و
غمگین هم هستن، یعنی برای همینه که یک سری ها توی پاییز خیلی غمگین میشن، هرچند من خودم بیشترین تایم انرژی که دارم توی پاییزه. و کلا رنگ های ملایمی هن. کنتراستشون هم یک جور گرما در برابر سایه های سرد یا آبی دارن. گفتم نورها و سایه های حالت گرم هستن. و از نظر هوا و فضا خیلی مه داره، خب چون داره سرد میشه، گرد و غبار داره. نورش هم حتی حالت گرد و غبار گرفته، نور دیگه مستقیم نمیخوره، نور پخش شده، نور انگار برخورد کرده به درخت ها و دیگه پخش شده توی زمین و برای همین سایه ها رو خیلی بلندتر میکنه. هوا سنگین و خسته است. از نمونه رنگ این هم یکی از دیگه از انیمیشن های معروفیه که خیلی حسال پاییزی داره و رنگ های دیگه که میتونن سرد باشن ولی تو پاییز استفاده بشن، مثل غروب های پاییزی، مثل رنگ هایی که پاییزی هن ولی خب توی شبن. و این حس سرما و گرد و غبار نور بیشتر نشون دهنده اون تأمل و حس سکوت و سنگینی فضاست، یعنی از این رنگ ها بیشتر برای اون استفاده میشه. توی پاییز خورشید گفتم پایین تر از تابستون میتابه. توی انیمیشن این چطوری معلوم میشه؟ خب زاویه نور مایل تره، سایه ها بلندترن، نرمترن و منبع نور دیگه اونقدر زرد شدید نیست، زرد مایل به نارنجیه، حس گرما و احساس داره ولی همچنان گرماش اونقدر نیست که بگیم تابستونه، گرماش داره میره که زمستون بشه. شدت نور هم کمتره، به جای اینکه نور خیلی سفید باشه مثل تابستون، نور طلایی و گرمه، زردی که گرمه در واقع. از نمونه انیمیشن هایی هم که بخوام بگم، مثلا انیمیشن When Marnie Was There، نور از پنجره های بزرگ میتابه ولی با اینکه میزان نور خیلی زیاده از اون پنجره ها، ولی نور تیکه تیکه میشه و دوباره حالت غبارآلود میگیره، انگار مثلا نور از یک هوای دیگه عبور کرده. حالا از نظر علمی نمیدونم که چه دلیلی داره که توی پاییز همچین اتفاق واسه نور میفته. یا توی Whisper of the Heart نور شهر توی غروب طلاییه و حتی اشیایی که خاکستریان توش حالت رنگای طلایی میگن، همون سایه هایی که گفتم که میتونن قهوه‌ای تیره یا زردهای خردلی باشن. و خب پالت هاش هم که گفتم و یک سری انیمیشن دیگه هم که بخوام مثال بزنم، Only Yesterday، از رنگ های مثلا خاکی، از زردهای خاکی، سبز خاکی، از هر رنگ حالت خاکی و پاییزی رو داره برای زمین و چوب و لباس استفاده شده، یعنی کاملا دونسته، یعنی از روی دانش قبلی وقتی ما میخوایم پاییز رو نشون بدیم خب خیلی راحت تره که حالا علاوه بر فرم، حالا فرم بحثش جداست، علاوه بر فرم رنگ و نورهایی رو بیاریم استفاده بکنیم که خب اون حس رو میدن و خب به چشم آشناست و خب تو یه اینجوری میشه که پاییزه. و اتمسفر و هوایی که ما میاریم توی تصویر نشون میدیم هم تقریبا به اندازه رنگ و نور مهمه. حالا اتمسفر ما معمولا پرسپکتیو یا هوا اکثرا حالا توی تصویرها یا توی انیمیشن ها تقریبا یکیه، خب یک سری قانون خاص و یکی رو رعایت میکنن، ولی انیماتورها یا تصویرسازا وقتی این یکی دیگه از کارهایی که برای تم پاییزی انجام دادم، تصویرسازی خودم، وقتی ما میخوایم پاییز رو نشون بدیم از سری از تکنیک‌های فضایی خاص استفاده میکنیم
اولا که از نور نرم استفاده میکنیم، یعنی هیچ نوری اونقدر شدید نیست. اگر هم شدید باشه بیشتر اول صبح رو داره انگار نشون میده. نور کلا پخش میشه. اگه اون نور روی درخت افتاده رو جاهای دیگه هم میفته، مثلا انعکاسش توی آب میفته، روی دم روباه میفته، تقریبا نور گرم توی سنگ میاد، توی آب میاد. و کناره های تصویر معمولا یه حالت قدیمی هستش که حالت بلور میگیره، تار میشه، یه همچین چیزی که بهش میگن بلوم لایت. انگار نور یهو میترکه و یه غباری از نور پخش میشه. اجسام دور خب تو همه قوانین تصویر سازی یا انیمیشن اکثرا همشون خاکستری میشن، ولی خب اه، توی انیمیشن یه حالت خب خاکستری تر میگیره. توی پاییز منظورمه، اجسام دور یه حالت خاکستری تر میگیره یا آبی تر میشه تا فاصله حس بشه. یعنی درسته که نورها گرمن، ولی از اون نورهای آبی هم که برای یا رنگهای آبی هم که برای پالت پاییزی داریم هم برای نشون دادن اون مه عمقی یا اون فاصله‌ای که رعایت شده استفاده میشه. و خب باید سعی بکنیم که توی هوا ذرات نور هم پخش شده باشه و انگار که مثلا اون نورای نارنجی دارن توی هوا میرقصن یا روی برگا افتادن یا روی آب شناورن. توی When Marnie Was There، یکی از انیمه های مورد علاقه خودمه، همین مه یا همین نورای طلایی که پاشیده شده روی دریا یا روی خونه مارنی پاشیده شده بود این نور، و این پاشیدگی نور نارنجی باعث میشه که فضا هم مرموز بشه، هم احساسی بشه و هم یه خب بسته به موضوع خود انیمه مارنی این حس رمز دار بودن اون خونه، اون خاطرات و اون اشخاصی که داخل انیمه بودن بیشتر میشه. این حس بیشتر میشه واسه کسی که داره حالا نگاه میکنه. انگار مثلا گذشته و حال توی هم حل شدن، مثل رنگ و نوری که توی پاییز توی طبیعت میفته. خب همین چیز حل میشه یهو. خیلی درگیر رنگ و نور شدم. الان از رنگ های تیره پالت خود پاییز دارم استفاده میکنم برای اینکه سایه های روی بدن و کالر بیس خود نقاشی رو بیارم. یعنی اون رنگ ها رو دوباره سلکت میکنم و خب از تیره یا از روشنشون برای نور استفاده میکنم یا برای سایه استفاده میکنم. و تا اینجا انگار بیس شادو و بیس لایت رو دارم میارم، چون میخوام پاییز رو نشون بدم. بعدش دوباره یک نور پاییزی هم میافته روی این نورها، یا میشه از قبل حالا اون مود لایه رو یه جوری تنظیم کرد که این حسال خودش بره به اون سمت. مثلا اگه میخواستیم تابستون رو نشون بدیم، فکر کنم از هارد لایت اگر استفاده میشد، خب اون رنگ و نور خیلی تیز میشد، خیلی شدید میشد، انگار نور سوخته و خب میتونستیم تقریبا حالا با کمرنگ کردن لایه نور شدید رو نشون بدیم. ولی خب آره الان دارم تیرگی ها و سایه ها و نورها رو میذارم روی بیس کالر.
الان که تیرگی ها رو دارم میذارم حواسم هستش که اونقدر شدید یهو نره سمت تیرگی، یعنی یه مرزی بین باشه که اوکی این نور یهو تیره نشده از روشنی آفتاب شدید یا آفتاب مستقیمی که حالا از بالا ابر خورده کم کم رفته سمت اون تیرگی و اون سایه بلندتر از تقریبا نورشه. و اگر حالا اینجا قرار زوم بکنم ولی اگر دقت بکنین کلا اون روشنی یهو تیره نشده و خب یک سری رنگی های خاکستری هم بینشون وجود داره که توی پوستش هم رعایت شده. این تقریبا طرح نهایی شد، یعنی من اینو نهایی شده البته نمیدونم ولی چون تایم خیلی کمی داشتم کمتر روش کار کردم و یک جورهایی انگار اتود رنگی حسابش میکنم نه کار نهایی و خب بعدن قرار روش بیشتر کار کنم، ولی این صرفا یک لوک نهایی از این که اوکی اگه نور زرد و پاییزی بیفته روی یک شخصیت یا اگه بخوایم ازش توی یه انیمیشن استفاده بکنیم چطور میتونیم به نمایش بذاریمش. و خب همه رنگ ها توشون یه حالت انگار خردلی و زرد رو دارن و روی همه بخش ها یک نور زرد یا یه حالت گلبهی کمرنگ افتاده. حالا اگه بخوایم توی مدادرنگی و نقاشی دستی حساب بکنیم یا بگیم که چجوری میشه این رنگ و نورها رو در آورد، اینطوریه که توی مدادرنگی هم یک رنگ تقریبا بیسی میاد ولی خب نه خیلی تیره، کمی کم رنگ تر رنگ ها رو میاریم و بعد روی رنگ ها دوباره رنگ میاد. مثلا توی مدادرنگی اگه از نارنجی کم رنگ یا از فشار دست کم و مدادرنگی نارنجی استفاده بکنیم برای بدن روبا که خودش یک جور المان پاییز و زمستون حساب میشه، حیوان انگار مثلا زمستون و پاییز حساب میشه، بعدش برای نور باید روش دوباره زرد رو بیاریم، دقیقا همون کاری که توی دیجیتال کردیم ولی مثلا با فشار دست بیشتر. اینا چیزایی که حالا توی ترمیم تجربه به دست میاد. حالا مثلا از همون پالتی که برای پاییز توی رنگ‌های دیجیتال استفاده کردیم همون رو میاییم توی دستی استفاده میکنیم و این توی تکنیک‌های مختلف آب رنگ یا رنگ روغن متفاوته و توی مدادرنگی اینجوریه که وقتی رنگ‌های اصلی رو
کم رنگ با فشار دست کم زدیم اون روشنایی یا اون تیرگی با رنگ بعدی میاد روی اون بخش‌های بدن. و الان وقتی تموم میشه کار بدن روبا، مثلا اگر نور از بالا بخوره ما با مداد رنگی خردلی یا با مداد رنگی زرد میاریم اون بخش ها رو دوباره زرد میکنیم و شاید فکر کنیم که دیده نشه ولی در واقع دیده میشه، این تاثیرش رو میذاره و اتفاقا بیشتر حس پاییز بودن رو میده چون نور شدید نیست و اتفاقا رنگ ها ملایم میشن و تو هم قاطی میشن. و همین، یعنی تموم شد. امیدوارم لذت برده باشین و خوشحال میشم که سابسکرایب کنین و این اولین ویدیوم بود و خسته شدم از صحبت کردن. بقیه‌شو آهنگ گوش بدین.